سلام سلام سلام. اصل حالتون چطوره؟ همه چی خوبه؟ ردیفین؟ سلامتید؟ ایوه. خب آقا، این پروسه دانمارک شده داستانی الان بین نرس ها، بین پزشک ها شده یک داستان بسیار گرم که همه دوست دارن انجام بدن. واقعا هم یه چیزایی بسیار خاصی داره که واقعا آدمو قلقلک میده، آدم دوست داره که انجامش بده. خب راههای مختلفی هست که بهترین راهش اینه که شما خودتون رو انجام بدید. مجانی هم هست، هیچ پولی هم به هیچ جا لازم نیست پرداخت کنید. شما وارد سایت ایمنی بیمار دانمارک میشید، مدارکتون رو آپلود میکنید و بعد از آپلود مدارک بعضی مدت مدارک شما چک میشه. اگر ناقص بود به شما ایمیل زده میشه، اگر کامل بود به شما اطلاعات میشه که کامله و برای شما یک اوکی نهایی میاد. بعد اوکی نهایی شما باید برید پروسه ویزا VFS میدون هروی طبقه 4 یا 5 فکر میکنم تهران، باید برید اونجا و کارهای شینگنتون رو انجام بدید. خب دو سه حالت هست اینجا برای انجام کار. یه نوع هست که گفتم خودتون انجام میدید. یه نوع گروه‌های تلگرامی هستن که 300 400 نفر جوین هستن و میگن که همه چیز مجانیه، خیالتون راحت باشه. در نهایت به یه جایی که شما گره میخوره کارتون و برخورد میکنید، یه نفر از این وسط پیدا میشه میگه به آقای فلانی 4000 تا 5000 یورو بره، اون برات انجام میده. شما هم گیر کردی، نصف راه رفتی، مجبوری پرداخت کنی. حالا فکر کن 500 نفر آدم اونجا جوین باشه، 10 نفرش هم چه مشکلی پیدا کنه، پول خوبی میتونه برداشت بشه. یه نوع هم هست نه، یه سری افراد هستن کارشون اینه و خیلی منصفانه و خیلی دقیق و خیلی سریع و پشتتون هم مثل کوه وایسادن، کم کاستیا رو به شما هماهنگ میکنن، تمام ساعت روز برای شما آنلاین هستن، خیلی هم خوب انجام میدن. اینا هم اگه پیدا کردید چه بهتر. بعضی اصلا نرس هستن خودشون این کارو، یا پزشک هستن این کارو انجام میدن. خب خیلی قابل اعتمادترن چون دیگه وضعیت پزشکا و پرستارا رو بهتر میفهمن، کم کاستیای ما رو بهتر میفهمن. خدمت شما عرض کنم که با تمام این احوال، حالا من مدارک رو به صورت کامل نمیخوام وقت ویدیو رو بگیرم و بگم، چون که خیلی ها هستن تو، الان شما سرچ کنید تو یوتیوب، خیلی ها هستن این مدارک رو گفتن. الان ما دوباره کاری نمیخوایم بکنیم. من میخوام چیز خیلی مهمی رو بهتون بگم غیر از مدارک. شما مدارک رو از جای دیگه سرچ کنید، بهتون میگن چه کار کنید. ساعت‌ها در موردش ویدیو ساخته شده. خب من جوابم اومدم دانمارک و خیلی چیزا رو لمس کردم که برای من غریب بود. اینکه زبانشون رو بخوایم کار کنیم یک داستانه، فرهنگشون یک داستان دیگه است، چون با ما کاملا متفاوتن از لحاظ فرهنگی. خدمت شما عرض کنم که آب و هوا، نوع گرفتن خونه، غذا خوردن، رفت و آمد شما، به فرودگاه رسیدید چی کار کنید، از فرودگاه تا خونه چه کار کنید، موقعی که میخواید برگردید ایران چه کار کنید. اینا یه سری چالش برای ما ایجاد کرد که گفتم شاید برای بقیه هم ایجاد کنه. پس من اینا رو برای شما یک ویدیو کردم که شما میتونید ببینید. پرواز من از قطره. من حدود 15 تا 20 ساعت ترانزیت توی قطر داشتم که اون خودش هم یک سری چالش‌های خاص خودشو داشت. به هر صورت از خونه حرکت کردن به سمت دانمارک تا برگشتن خونه رو من برای شما تو ویدیوهای مختلف میگم. اگر جایش سوال داشتید بگید، بدونم حتما جواب میدم، چون که ما هم خیلی جا رو نمیدونستیم. دوستان خوبی هستن اطراف ما که جواب ما رو دادن و ما رو از یه سری استرس ها دور کردن. از استرس ها به دور باشید، ویدیو رو ببینید، شاید به درتون بخوره. خوشحال باشید.